ادامه برنامه‌های رادیوی فرهنگ. گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی سر می‌کنیم. شنونده‌های عزیز، شما از این سلسله با افتخار 675مین سالگرد بزرگداشت شاعر شهیر تاجیک کمال خوجندی، رمن نویسنده اعظم صدقی را با نام پیراهه قسمت خواهید شنید. رمن را به پررگی یکی از راویان شناخته عبدالقادر منیازف قرائت می کنند. تقدیم اداره ادبیات و هنر. سید فیروز نیکنام طی 2-3 سال آخر بیشتر شب زنده داری می کرد. چون اهل خاندان به خواب می رفتند، او به تذکیره خانه می در آمد، نزد تیریزه پس میز تحریر کندکاری می نشست، کتاب می کشاد و غرقی مطالعه می شد. تاکچه های گچکاری 3 جانب تذکیره خانه پر از کتاب بودند. نیکنام قسمت زیادی بازیافت خویش را صرف کتاب می کرد و به آن خزینه معانی نام نهاده بود. بعد طاعت و عبادت و قرائت چون دیده به غنب فرو می رفت، بری میز تحریر کرپچه گسترده لوله بالشت می نهاد و سر به خواب می افکند. از روی عادت دیرین پیش از دمیدن صبح بیدار می شد. برای شستشو به پایین حولی می رفت. از آنجا جوبار محله می گذشت که آب سردش بهار و تابستان روان بود. سید فیروز سر تا به میان می شست، بعضن غسل هم می کرد. از قول خودش با این کار غبار دل می برآمد و روحی تازه به تن می دمید. وی تا به وقت نماز بامداد در سری کتاب می نشست. امروز او برخلاف عادت همیشگی بعد شستشو از حولی به در رفت. خواجه کمال و معجزی در ایوان زیر تاق خوابیده بودند. خواجه بانگ خروس را شنیده سر از بالین بالا کرد و دوستش را نیز بیدار کرد. بگرد و پیش چشم انداخته دیدند که کسی نمی نماید. برادر بخیزید، استاد هنوز خوابند، گفت کمال. هر دو به پای کفش کشیدند و روپاک کنک به سری کتف از زینه پایین آمده سوی جوبار رفتند. آنها نیز پیرو استاد بودند و در آب سرد دست روی شستن عادت شده بود. به ضمن این هفته نمی گذشت که معجزی و خواجه به حولی سید فیروز لا اقل 1 بار آمده نروند. استاد نیکنام به این 2 شاگرد به مثل فرزندان خویش سخت مهر بسته بود. از روی گفته معجزی به هر یک قدم آنها اعتبار می داد و یگان کار آنها از نظر او دور نمی ماند. سید فیروز و پدر خواجه کمال دوستان اجدادی بودند. پدر نیکنام نیز با بابای شاعر رفاقت داشت. آنها به معرکه و مراسم یکدیگر به خوجند و سمرقند آمد و رفت می کردند. دوستان بعد شستشو به جانب تذکیره خانه نگریستند. شمعدان فروزان نبود. امشب استاد خسته شده اند. عرض کرد خواجه کمال. می خواستم چند بار بگویم که وقتی خوابتان شد استاد بروید خواب کنید، اما جرأت نکردم. زیرا 1 بار تنبیه خورده بودید. واقعه را یادآور شد معجزی. سید فیروز نیکنام در فصلهای بهار و تیرماه سیاحت را دوست می داشت. وی بیشتر به سیر روستای کوهستان زرفشان می برآمد. در هر سفر 2-3 تن از شاگردان را می گرفت که علاقمندان نظم بودند یا خود شعر می گفتند. سالهای آخر معجزی و خواجه کمال
همسفری دایمی او شدند. وقتی سفری چیلچشمه پیر و برنا سری راه مسافران را گرفتند، درخواست نمودند که در دیهه آنها 4 سو یک شب مهمان شوند. استاد سید فیروز سخن مردم آن دیار را به زمین نگذاشت و یاران سفر را قطع نموده آنجا مهمان شدند. استاد سببی در نیمه راه به مهمان ماندنش را به شاگردان چنین شرح داد: نگاه کنید، گوش اندازید، مرغان روستا طوری می‌خوانند که گویا مهمان نواز آنها باشند، نه مردم ده. این منظره و این مرغان خوش‌الحان و اهل صاحب همت ده را پرتافته رفتن ناسپاسی می شود. از قول خواجه کمال ضیافت به عرش اعلی رسید. برابری رسیدن به آستانه در حولی پیش پای مهمانان عالی قدر 3 گوسفند را سر زدند. به دسترخوان صوفه ایوان برقد لب جوبار گونه گونه نان و میوه، قند و قرص، شیرواری، قیماق و پنیر، گوشت ماهی، بر کباب گذاشته بودند. به قول معجزی چشم دوکانک بود و کس چه خوردنش را نمی دانست. با وجود آن که فصل تیر ماه بود، در کوزکدوی و مشک قمیز آوردند که به هر 4-5 نفری اهل مجلس یکتایی می رسید. در بزمهای جمشیدی اهل درد فراوان نباشد هم شراب شرعی می نوشیدند. صاحب حولی که مردی سالخورده قاقینه بلند قامت بود، در عین تفس صحبت از جای برخیست، به مرد روی کتی زیر درخت نشسته روی آورده گفت: بابای حکیم، استاد سید فیروز نیکنام با شاگردان به توی نبیره شما تشریف آوردند. مردی جامه به دوش و تلپک پوش ریش دراز، چابک و چالاک از جای خیسته از کت فرآمد، سری دوزانو به زمین نشسته روی به جانب مهمانان آورد، سر به تعظیم فرود آورد و بی آنکه حرفی بزند زود باز از جای برخیست و از در حولی بیرون برآمد. استاد دست به سر سینه نهاده میزبان به سید فیروز روی آورد: من از شما عذر می خواهم که مطلب را نفهمانده به آن پیرمرد مراجعت کردم. وی انسانی نکوکار، دستگشاد صاحب سخاوت است، ولی افسوس که مصیبت زده و دردمند می باشد. این وقت مرد جندپوش دیوان اوضاع خورجین در کتف از در حولی با شتاب زدگی وارد شد. وی با عذاب نفس می کشید. عیان بود که خورجین به سر کتفش سخت فشار می آرد. کسی از جای نمی خیست و نیتی به او یاری کردن نداشت. مهمانان به تشویش افتادند. خواجه کمال آهنگ از جای برخیستن کرد، ولی میزبان دست برداشته اشاره نمود که این کار را نکند. از این رفتار صاحب حولی حیرت هر 3 افزود و در دل ایشان حس کنجکاوی بالا گرفت. میزبان به این پی برده گفت: استاد تفسیرش را بعد میگویم، الان به عمل او متوجه باشید. مردی جنونی خورجین را به زمین گذاشته، جامه 100 پاره را از تن کشید، مکی زردی از چرم خام دوخته را از پای برآورد، آستین کرته کرباسش را برزد، ازار پاچه را تا به سر زانو برداشته، ظرف سیاه فامی به کوزه مانند سربسته را از چشم خورجین برآورد و به سر جوبار برده در آب روان شست و روی سبزه گذاشت. دویمش را نیز شست
از آن پس هر کوزه را یک یک برده به کنار دسترخوان به نزد مرد مهماندار گذاشت. خود رفته به زمین جامه گسترده به پایه کت تکیه نمود. رو به جانب مهمانان سرخم و خاموش نشست. دو جوان تواره‌ای مس سرخی حلقه‌دار کلان را آورده پیش صاحب دسترخوان نهادند. مرد سودایی از غلاف کارد دستش دندان فیل را برآورده ظرفها را با نوبت اندرون تغاره گذاشت و به میانشان با پشت دمی کارد زده دو حصه برابر کرد. از ظرفها مایه لاله رنگ ریخته تغاره را قریب لبریز کرد. این می ناب انار بود. چون به ساغرها می کشیدن، مرد سودایی لب بسته از جای برخیست، جامه را به مثل ارغمچین پیچانده به سر کتف هوا داد، از نظر حاضران اشک چشمش را پوشیده داشته بزمگاه را ترک نمود. چشم خواجه کمال به دیده پرآب آن مرد افتاد. به خیال و اندیشه فرو رفت. دلش به حال مرد سوخت و او را با نگاه خیش تا تگی در گسیل نمود. هنگام برداشتن قدح خواجه از جای برخیست، با تعظیم به سید فیروز روی آورد و عرض نمود که این می شرعی نیست. میزبان از سخنان شاعر خجالت کشید. او نیز تعظیم کنان به پای خیست و گفت که این می 100 بار شرعی است. آن مرد سودایی که از بزمگاه به در رفت باغبان است. 4 طناب انارزار دارد. در زمانش این ظرفها را به کلال فرموده به خمها انداخته بود. از بالای مشرب‌های درون خالی با نیت خواباندن شراب ناب شربت انار ریخته است. آن وقت نبیره او 30 ساله بود. وی نیت داشت نبیره اش 18 را پر کند، به او عروس می آورد و به نزد جورهایش خم کشاده می ناب انار می ریزد. افسوس که مرد به مراد دل نرسید. نبیره اش در 16 سالگی چشم از عالم پوشید. بابایش گرفتار غم شد. به داغ نبیره تاب نآورد. سودایی شد. هرگاه که به ده ما مهمان معتبر آید، وی به تک دروازه حولی آمده می نشیند و با خواهش میزبان یک کوزه سربسته شراب ناب می آرد. تسلی یاب می گردد که می را در توی عروسی نبیره اش صرف کرده است. ولی این نه همه وقت میسر می شود. وی می آید. مهمانان را می بیند. اگر مهمانان به طبعش خوش آیند شراب می آورد، وگرنه ما را دشنام می دهد و با آه و فغان از حولی بدر می رود. ما امروز همگان محو حیرتیم که او چرا 2 کوزه شراب آورد. گمان می کنم یکش به حرمت شما استاد، دیگرش برای شاگردان. معذورم دارید استاد. جوانی نوخطی در پایگاه نشسته از جای برخیسته به سید فیروز مراجعت نمود. با اذن شما شعری بخوانم؟ بفرمایید. کاری ثواب میکنید. بفرمایید. جوان قدح در دست به میان برآمد، به اهل
بزم یک یک تعظیم کرد و به قرائت آغاز نمود. ساقی بیار باده که عید صیام شد، آن مه که بود مانی رندی تمام شد. درده قدح ز اول روزم که بعد از این حاجت بدان نماند که گویند شام شد. امروز هر که خدمت معشوق و می کند، بختش کمینه چاکر و دولت غلام شد. بس خرقه‌ای که بود به دکان می فروش، تسبیح و جامه در گروی نقل و جام شد. با زاهدان مگوی ز مستی و ذوق عشق، بر عاشقان حلال و بر ایشان حرام شد. در روی خوب گرچه تأمل مباح نیست، امکان رخصت است به نیت چو عام شد. از اهل عشق ننگ نآرد کسی کمال، جز ناکسی که در پی ناموس و نام شد. جوان دست روی سینه نهاده به پیش زینه ایوان سری زانو نشست. خواجه کمال به طفیل قرائت خوب شعرش از بند خجالت رهایی یافت و دلش بسیار می‌خواست جوان ناشناس را گرم به آغوش گیرد و ببوسد. شاعر پیش جوانی در تاخت که از خودش چند سال خورد بود. از زیر بغل برداشت، گشته و برگشته منتداری اظهار نمود. حاضران همه از جای خود برخیسته به افتخار خواجه کمال و جوان خوشخوان کفکوبی کرده احسن و آفرین ها خواندند. خواجه دوستمان را اینجا بیارید، خواهش نمود سید فیروز. شاعر به نی و نیستان جوان اعتباری نداده، او را به بالا به پهلوی استاد نیکنام و به بر دوستش معجزی برده نشاند. خود از بالا نشینان پایین تر نشست. سپس به اهل صحبت مراجعت نموده گفت: من از استادم، از صاحب خانه محترم، از همه شما عذر بسیار می خواهم که می را شرعی نیست گفتم. اشک چشمان مرد مصیبت زده را دیده دلم سوخت. من نه می ناب بلکه آب دیده می نوشم که با خونابه دل آمیخته است. معذرت می خواهم، کمینه نیت عیش اهل بزم را تلخ کردن نداشتم. خواجه نشست. سپس از جوان پرسید: اسم شریفتان؟ محمد. از اهل ده چلچشمه شنیدم که شما را در راه دست گرفته اند. با سپارش ده خدا آمدم که هرچی زودتر گرفته برم. محمد به او مراجعت نمود سید فیروز: به ده شما فردا رویم، مردم از ما میرنجند مگر؟ استاد: از شما هرگز نمیرنجند، اما از ده خدای چارسو به حد میرنجند. با این چند بار می شود که این کس مهمانان ما را دستگیر نموده اسیر می گیرند. به سخن محمد افزود نیکنام: اینجا گناه ما هم هست. می بایست روزی بازگشت به اینجا مهمان می شدیم، اما شوق تماشای طبیعت ناتکرار، التجای مردمی خوش صورت و مهمان دوست ما را مفتون کرد. پسرم محمد، ده خدای شما ماهی بی عیب نیست، می گفت صاحب حولی. چند دفعه مهمانان ما را برده، بعدی پس خاطرداری با راه عقبه گسیل کرده ما را از مهمانداری بی نصیب گردانده بود. شما رفته خبر دهید که فردا پگاه مهمانان را با دو دست ادب
به ده خدای شما خودم برده می سپارم. محمد به چشم گفته از جای برخیست. پیش از رفتن به من بگویید که این شعر را از کجا پیدا کردید؟ پرسید شاعر. من آن را در مدرسه تنها به دوستان خوانده بودم، به کسی نداده بودم. یک نفر از همشهریان ما در مدرسه استاد نیکنام تحصیل می کند. وی می داند که من مخلص ایجاد شمایم. از اشعار شما به من قریب یک دفتر شعر آورده است. من آن همه را از بر کرده ام. وقتی که به ده ما مهمان می شوید، می توانم باز چند غزل بخوانم. تشکر، البته مهمان می شویم. می دانم که مهمان می شوید. اگر به آستان کلبه ما قدم رنجه می کردید، سری پدر و مادر من به آسمان ها می رسید. آنها نیز دوستدار شعر شما هستند. بار اول نمونه اشعار شما را قبلگاه هم از سمرقند به من آورده بودند. خواجه کمال در مقام پاسخ سؤال آمیز به استاد سید فیروز نگریست. کوشش میکنیم مهمان شما شویم، گفت محمد را شاد نموده نیکنام. اگر به من میسر نشود، شاعر کمال حتما میروند. من به شما وعده میدهم. محمد اظهار منتداری نمود و با طبع بلند از بزمگاه برآمد. چنان خرسند بود که گویا جهانی را با خود می برد. صحبت یاران طول کشید. مشاقان و حافظان ده به شوق آمدند. به یکدیگر نوبت نداده بس سرود پس سرود می خواندند. استاد به نیکنام روی آورد کمال. به چشم چنین می رسد که این نشست انتها ندارد. پگاه راه کوهستان در پیش، خوب می شد کمی استراحت می کردید. پیشنهاد شاگرد به سید فیروز خوش نآمد، مگر که گفت راحت و فراغت من در ساز و سرود است. اگر خسته شده باشید بروید خواب کنید. در بام پیشایوان به ما جاگه پرتافتند. هنگام می ناب را حرام فرمودن کمال، افاده چهره نیکنام تغییر یافته ناراضیت خیش را ظاهر می کرد و الان دو یک شد و به شاعر به آهنگ رنجیده خاطری پاسخ داد. خواجه کمال از پیشخیزی خیش به غایت در خجالت بود و می‌خواست غمخواری ظاهر نموده در پیش نظر استاد گناهش را کمی سبک کند، اما کار غیر چشم داشت صورت گرفت. معجزی وقتی که به خواجه یک بار تنبیه خورده بودید می گفت، همین واقعه را در نظر داشت. کاش این تعذیر استاد باز تکرار می یافت. پاسخ داد کمال. از دروازه حولی سید فیروز در آمد. از دنبالش دو بچه 14-15 ساله می آمد که یکی به سر سبد نان، دیگری در دو دست چنبرکی کاسه های قیماق داشت. در هر چنبرک 4 تایی کاسه‌چه سفالی قیماق بود. معجزی و کمال زود رفته سبد نان و کاسه های قیماق را از بچه ها گرفته به ایوان برآوردند. سپس بچه ها تعظیم کنان از دروازه به کوچه برآمدند. استاد گفت هنگام تناول معجزی، در خان محمدی به سری کسی یک کاسه‌چه قیماق بود. شما به هر 3 ما 8 تا قیماق آوردید. ناشتای محمدی تصحیح خواست مگر؟ خوب درک کردید، گفت سید فیروز.
ما و شما سمرقندی هستیم. سمرقندی در هر کار نوسازی کرده خود را یک سر و گردن از دیگران بالا نگیرد، استخوانش به جایش نمی افتد. پیش خدمتی که دسترخوان آراسته می کرد، از حولی درون یک لگن انگور کلت حسینی، یک طبقچه انجیر آورده روی خوان گذاشت. مرحمت، شاگردان را به سر خوان تکلیف نمود استاد. خواستم روز ویدا با شما یک ناشتای محمدی آراسته کنم. به یک عمر از شما منت دارم استاد. به شرافت شما با محمد شناس شدیم، ناشتای محمدی کردیم، گفت خواجه. این عباره از آن روز پیدا شد که سید فیروز و کمال و موجزی در دیه چیلچشمه به حولی محمد مهمان شده ناشتا را همانجا کرده بودند. در خان آنها به مثل دیگر جایها انواع خوردنی فراوان نبود. نان گرم، انگور حسینی، انجیر زرد، سری کسی یک کاسچه سفالی قیماق بود و بس. این دسترخوان به استاد نیکنام خوش آمد و به آن ناشتای محمدی نام گذاشت. شاگردان از ظرافتگویی استاد ذوق برده خندیدند. این بچه به هر سحر به نانوای خانه محله 8 کاسچه قیماق می آورده است. امروز آمده بیند که در این نانوای خانه بسته. طبعش کاهیده، دیروز آگاه کند می مرد مگر گفته با دماغی سوخته می رفت. من خریدار شدم. 3 کاسه نداد. اصرار نمود که اگر همه اش را گیرم می فروشد، وگرنه نه. عرض کرد که به پول احتیاج دارد، از دکان باید خرید کند و در ده پدرش به آمد سودای او امیدوار است. یعنی صبح صالحان به بچه درمانده حاجت برار شدید. خودم هم از آن خرسند بودم که او را خدا به من روبرو آورد و از معاملات ما بهره برداشت. خواجه کمال، من هم از شما خواهش دارم که به جوانی حاجت برار شوید و او را به شاگردی قبول کنید. به چشم، اما من هنوز به درجه استادی و شاگرد پروری نرسیده ام. شما کیها به مرتبه استادی و شاعری رسیده اید؟ شب مشاعره در ده چیلچشمه دیدید که از اشعار شما اینقدر فراوان میخوانند. من به پدر محمد از نام شاعر خواجه کمال وعده دادم که فرزندش را به شاگردی قبول می کنید. اگر کاری ناروا کرده باشم مرا ببخشید. خواجه از جای خیسته به استاد منتداری نمود. او را باور کناند که هرچی از دستش می آید به تربیه محمد دریغ نمی دارد. من به این باور داشتم. محمد در کاروانسرای بوریابافان به سفر خوجند آماده است. امکان دارید در راه با او خوبتر آشنا شوید. وی به من عرض نمود که زندگی را برای خیش به شعر خواجه کمال تصور کرده نمی تواند. برای اثبات اندیشه است از اشعار شما بیتی بخواند. نبرم تا به قیامت به زبان نامی بهشت، اگرم خاک سری کوی تو مسکن باشد. در کاروانسرای بوریابافان 5 عرابه پر از بار
یک عرابه چرمین چادر و 4 اسب زین کرده آماده راه بودند. محمد به عرابه چادردار خرجین و جوال بار می کرد. وی از دیدن استاد سید فیروز شریک درسان خواجه کمال بی حد شاد شد. استاد نیکنام موجزی با او آغوش به آغوش واخوردی نمودند. وی از پذیرایی گرم و جوشان به هیجان آمد، قریب آبی دیده کرده بود. استاد خواجه کمال کجایند؟ پرسید سراسیمه‌وار محمد. سری راه به دکانی دوده در آمدند. پاسخ داد موجزی: به خوجند دوده برده نقاشی می کنند. استهزا آمیز سؤال داد بساطی. نه برادر، از عقیب آواز خواجه کمال برآمد. غرض از خریدن دوده آن بود که در پیشتاق سیزخانه شاهبیت های شما را ثبت کنم. هرگاه اسب را زین کردنی درآیم، یادم آید که در بساط دوستم بساطی جز سخن تلخ بضاعت پیدا نکرده ام. به شما 4 سال تحصیل در مدرسه کفایه نبود که با هم بی کنایه گپ زنید. سید فیروز برآشفت. وقتی ودا لااقل با هم مهربان باشید. از کینه‌وری دست کشید. چندان که باز جوست در اعمال خود کمال، مقبول طرز ترک ریا طاعت نیافت. بدیهتاً خواند کمال. حضرت سید فیروز بنده را می بخشند. ما گرچه از مدرسه دیگریم، در نزد مدرس از استاد خواندن خویش شرم می کنیم. بعضی ها از آستانه مدرسه بیرون نرفته قیاس خود افزون کرده اند. بساطی: قبل از آن که حکم برآرید خوب می شد به اصل مسئله سرفهم می رفتید. با غضب اصرار نمود نیکنام. این جوان از مخلصان دلباخته اشعار خواجه کمال. به علم نظم و ادب رغبت بی پایان دارد. من به خواجه به شاگردی توصیه نمودم. خواجه من بعد استاد ارزنده جوانان و اشخاص صاحب ذوق شده می توانند. ایمانم کامل است که در این عرصه نیز به مانند شاعری آبروی اعتبار پیدا می کنند. خواجه کمال: به شما کشایش ها می خواهم. همه یکدیگر را سخت به آغوش کشیده خیر و خوش نمودند. خواجه کمال استادش را محکم به آغوش گرفته اشک ریخت و گشته و برگشته عرض منتداری و صدق و وفا کرد. استاد عزیز، چنان که به عرض عرض کردم، قبلگاه به افتخار ختم مدرسه ضیافت آراستنی اند. این به روزی به خوجند آمدن شما وابسته. موجزی: دوستم، برابری رضایی استاد را گرفتن به برادران خبر رسانید. همگان به شهر ما مرحمت نمایید. دوستم بساطی: اگرچه در مدرسه های گوناگون درس خوانده ایم، در علم شعر ما و شما هم سبقیم. بسیار می خواهم با برادران مهمان ما شوید، به بزم ما شکوه بخشید. کمال او را باری دیگر به آغوش کشید و ببوسید. چون این رفتار جوانمردانه کمال برای استاد سید فیروز و دیگران غیر چشم داشت بود. طی 2 سال آخر در مشاعره و بیت برک ها کمال نسبت به بساطی برتری بزرگی داشت. خواجه اشعار او را چندان نمی پسندید. بساطی که به اهل دربار نزدیک بود خود ستایی ها می کرد و هر دم با تلخ و هرزگویی به دل شاعر نیش می زد. کمال وقتهای آخر
با مصلحت سید فیروز از بزمهای بساطی خود را به کنار می کشید. نیکنام با هیجان دست کشاده در حق کمال دعای نیک کرد و با اشک روان راهی سفید و سفری بی خطر و حاصل مراد آرزو نمود. عرابه ها شهر سمرقند را پسی سر نموده به راه دشت برآمدند. خواجه از پهلوی محمد در قفای عرابه پایهایش را آویزان کرده می نشست. وی دیده از گنبد آسمان لاجورد سمرقند نمی کند. خیالش به روزهای آخرین تحصیل، به مهربانی های استاد، به صحبتهای خوش معجزی بند بود. وی چنان به اندیشه فرو رفته بود که حرکت چرخهای عرابه را حس نمی کرد و در بیابان ناپیدا کنار خویشتن را تنها می دید. محمد یقین حاصل کرد که استادش از همسفری او خرسند نیست. از این باعث به وی سخن گفتن را روا نمی دید. خیر، چه علاج؟ بزرگان خلق و اطواری به خود خاصی دارند. خواجه به نگار دل باختند. هر قدر از منزل او دور روند، سوز سینه افزوده در چهره اشان انبوه غصه زیاد می شود. اگر در پهلوی ما باز شخصی دیگر می بود، کوشش می کردیم خواجه را از بند خیالات نامرادی بیرون کشیم. من الان به این حق ندارم. خوب می دانم که قدرت هم نمی رسد. هرچی باداباد شعری بخوانم که آن شاید مفتاحی گفتگوی ما شود. همه عمر از تو به من بوی وفای نرسید، دلی رنجور زی وصلت به شفای نرسید. این همه خون بناحق که به ایام تو رفت، هیچ کس را به تو چونی و چرای نرسید. غم هجران تو ام جان به لب آورد و هنوز، لبی امید به بوسیدنی پای نرسید. بر درت زان همه فریاد کردیم و خروش، سگی کویی تو به فریاد گدای نرسید. هر کسی یافت به خوان کرمت دست رسی، دستی کوتاهی من الا به دعای نرسید. غایتی لطف همین است و کرم، کز تو مرا ساعتی نیست که تشریف بلای نرسید. سالها در ره مقصود به سر رفت کمال، سالها بین که به سر رفت و به جای نرسید. خواجه تا قرائت بیت آخر خاموشی اختیار کرده بود و محمد چنین نمود که آواز او به گوش شاعر نمی رسد و اشتیاق استماع ندارد. شاعر جسته از عرابه به زمین فرآمد، رو به محمد آورد و گفت: من غرق اندیشه بودم که به صحبت اهل ادب احوال من چه می شود. خدا شما را به من رساند، صد شکر. با قرائت خوب و آواز دلکش مرا از عالم خیالات باطل رها نمودید. محمد نیز از عرابه فرود آمد و پرسید که در خجند دایره ادبی نیست مگر؟ کمال پاسخ داد که هست، اما اکثر شاعران مداحند. به وصف حاکمان و ثروتمندان قصیده و مدحیه می آفرند
که او این اسلوب نظم را نمی پسندد. استاد مرا ببخشید، شما هم از فرزندان مردمی صاحب فضیلت و ثروتمند هستید. پدرتان از زمره دولتمندان نکوکارند. ما می دانیم چند تا پل ساختند که مردم از سای جوبار بیملال عبور کنند و با راه کوتاه به منزل برسند. هر عید قربان و عید صیام به بیوه و بیچارگان زکات می دهند. به شرف چنین مرد سخاوتمند قصیده نوشتن مگر ثواب نیست؟ در این خصوص با سخن خودی پدرم به شما پاسخ می دهم. پدرم بغایت دوستی با وفا دارند که همنشین و همراز آن کس می باشند. پدر در یکی از روزهای تیر ماه به ده آرامسای به عیادت دوستی بیمار می رفتند. از طرف چپ درآمدگاه ده تاکزار داریم که قریب 3 طناب می آید و با نوهای انگور اعلی صفت مشهور است. باغبان ما را اهل ده اطراف و اکناف عسل پرور نام داده اند. و حالان که او در عمرش با زنبور عسل سر و کاری نداشت. ایام پخته رسیدن انگور دوستان و برادران پدرم کی به عسل خوری می رویم گفته به سیر تاکزار اشاره می کنند. پدرم همان روز سری راه به تاکزار ما در آمده دیدند که مرد 2 کجاو سبد انگور کنده است و بخر بار کرده نمی تواند. او برای پدرم آدمی مطلقا ناشناس بود. 2 کسه شده کجاوه انگور را بخر بار می کنند. من بعد انگور کشاندنی شوید، اول کجاوه ها را بخر بار کنید، بعد با انگور پر کنید. به وی مصلحت داده اند پدرم. اینجا غرمگس بسیار بود است. بین پایهای خر چسبیده خونش را می مکد. جانور از زخم نیش غرمگس بیقرار شده بی ایست لغت می زند. انگور از کجاوه می ریزد. عمل خود را شرح می داد آن مرد. این انگور را کجا می برید؟ به حوله حضرت خواجه عبدالله فرمودند که از باغشان 1 خر انگوری تکابی کنده برم. کاری خوب می کنید. پدرم به حوله دوست خود آمده او را نیافتند. روز اول صحت یافتنش به سرتراشخانه رفته است. پدرم اسب را به سیزخانه بسته به کوچه برآمده دیدند که دوستشان در نانوای خانه محله با نانوای ها صحبت کرده نشسته است. بعد احوال پرسی پدرم را به حوله بردنی می شود، اما آن کس راضی نمی شوند. ظرافتگویی و اسکیه پردازی اهل صحبت را دیده به شوق می آیند پدرم و آنجا می مانند. همین وقت همان مردی در تاکزار دچار شده نانخری می آید. نان را خریده پولش را می دهد و وقتی رفتن به نانوای پدرم را نشان داده می پرسد که همان مرد خوش صورت کیست؟ آن کس خواجه عبدالله سخی نخود نشناسید. شما گفتار یکم را از سلسله خوانشی بدیعی به افتخار 675مین سالگرد بزرگداشت کمال خجندی از روی رمن اعظم صدقی پیراهه قسمت در قرائت عبدالقادر منیازف شنیدید. انجام گفتار ادبی.